وجود مقدس امام سجاد که 34-5 سال بعد از کربلا زنده بود، او کربلا و عاشورا رو باید پیامش حفظ میکرد، نه با مجلس روزه گرفتن، اون امکان پذیر نبود، با اشک، با گریه، هر چیزی که تناسبی داشت با واقعه کربلا میدید اشکش جاری میشد. عمه هاشو میدید که تو کربلا بودن جزو اسرا، گریه میکرد. اگر احیانا یه جایی سر سفره آب براش می آوردن، غذا می آوردن سر سفره، گریه میکرد. آب رو که میدید گریه میکرد. میخواست وضو بگیره، کاسه آب تو دستش بود، نگاه به آب میکرد، گریه میکرد. گاهی موقع این آب تو مشتش که از این ظرف ریخته بود تو مشتش خالی میشد. از یه مسیری رد میشد، میدید قصابی داره گوسفندی رو ذبح میکنه و سرشو میبره، میرفت جلو، میگفت آقا این گوسفند رو آب دادید میخواید سرشو ببرید؟ گفت پسر پیغمبر ما مسلمانیم، خودمون میدونیم که باید آب بدیم. امام سجاد فرمود اما خودم دیدم که پدرم، برادرم و 17 کس از کسان من و خوبان روزگار رو بین دو نهر آب، دجله و فرات، سر بریدن بدونی که آب بدن.